یک طرف استو. سلام علیکم. خیر، رواز پای کوراچا. مرا چقدر دیگر اینجا نگاه می‌دارد؟ خاموش. بعدی بر اومدنت بعد میفهمی. با تو گفتم که خاموش. کودکی بیچاره رو اینقدر نترسانید. دخترم گریه نکن. آدمی گفتگیت نآمد. باز چقدر باید منتظر شویم؟ بعد 1 ساعت میآید. بعد 1-2 ساعت خورسندی رو قید میکنیم. دم این کودک رو گیر. من حاضر می آیم. جانکم همش میگذرد. باورم کن. با چشمانم نگاه کن. از اینجا یک جوی میبرایم. التجا میکنم گریه نکن. مایلا شپا جون. من خبر میدیم. عملیات را آغاز کنید. مرکز شما رو گوش میکنن. و ما خبر فوری از مقامات داخلی آمد که عملیات تروریستی می شود. در سراغه محله خانشین، کوچه 39، خانه 4. گروه تروریستی تصمیم گرفته است که در بین 1-2 ساعت در مکانی که تا حاضر معلوم نیست حمله تروریستی میگذرانند. آنها تجهیزات ترکننده پر اقتدار را استفاده میکنند. برای دقت همگان را جلب کردن و اغوا انداختن، آنها مرکز شهر و جایهای سیر آدم را زیر هدف قرار دادند. نقشه نباید ویران شود. یگان آلیسه ناخوشی رخ دهد. این تگمچه را زیر میکنی.
تجهیزات ترکنده رو در کجا گذارم؟ چی این دختر چرا بهوده دستگیر کردین؟ با گردنش آویزان کرده روانش میکنی. بیچاره کودک جا با جا میمورد. با من میشود این کار رو با عهده تو نمیگذاشتم، زیرا که تو رو نمیشناسم. لیکن اکای جمال تو رو بسیار تعریف کرد. من برای این دعوا جانم را فدا میکنم. درست میگوید اکای جمال شناسی خوبی من میباشد. من این آدم ها را به عهده خود میگیرم. با بینای مرکز سودا همچون کارگری آنجا میدرویی. بعد آدمی ما مکان لازمه رو به تو میگوید. مایلش. با آدمی در درون بوده گپ زن که پسر این کودک بیهوده داد و فریاد نزند. کودک چی را میفهمد؟ گریه کردن میگیره. تو کار خودت را کن. زود لباست را پوش. همینجا پوشم. در درون میپوشم. خدا مددگار تو شود. کنی این را بخوان. من خونده نمیتونم. تو بخوان. زودتر خون. علی جون پسرم، مادرت قربانی تو شود. چشمانم از گریه نابینا گشتند. چند بهاری عمر گذشت، از رهپایی و گریه چشمانم نابینا گشتند. محمد به من گفت که تو نامه را نویس، من برده به علی میرسانم. حالا من بیمارم، هیچ کس چی بودن تقدیر الهی را نمیداند، اما به گمانم عمرم به شمار مانده است. میخواستم پیش از مرگم تو را به آغوش بگیرم و ببوسم. بی صبرانه انتظار تویم، مادری زارت. نگذشت. خوب نشدی؟ میگذرد دخترم، تو فقط نترس. پدرم زنگ زدم اما جواب نداد مادر جون. دخترم، پدرت از ما دیده کارهای مهمتر دارد. همش خوب میشود. با من یک پیاله آب بیار. حاضر مادر جون. بیا از اینجا میرویم. چند سال شد که مادرم را ندیدم. اگر مرا بیند شاید نشناسد. بس بیا میرویم. علی، اوی برای رفتنمون اجازت میدهند؟ میگریزیم. بعد این همه عذابها در جای دلخواهمون زندگی میکنیم. من به گفته های تو راضی هستم. به خاطر تو اینجایم. بگذار گفته تو شود. آخر من از جانم بیزار شدم. امشب میگریزیم تا از این عذاب خلاص شویم. بله میگریزیم.
گریخته به خونه همون میرویم. ما هم انسان بر این زندگی میکنیم. علی تو باغچه رو پاسبانی کن، من نزدیک کودک میروم. شروع میکنیم. شما از آن طرف. رفیقان باید با دقت باشید. در درون یک زن از مقامات و یک دختر 8 ساله می باشد. هرگز به فرمان بالا نپرانید. اگر لازم شود جان ما رو فدا میکنیم، لیکن به فرمان بالا نپرانید. کار را آغاز میکنیم. نوبت شما. بعد از 2 دقیقه در آنجا میشوم. برادران احتیاط باشید. و شما باوری دارم. تلفن ها رو خاموش کردن لازم. عملیات به عهده توست تعریف. تشکر اکا. بعد از 2 دقیقه عملیات را سر میکنیم. سلیم رفتیم. خدا. دادا جان در کجایید؟ من چیکار کنم؟
اوف ای دخترم برای خوراک شام چه پختنت رو از من نپرس. حالا وقتی سوال دادنت نیست. چی شد دخترم؟ چی شد؟ دخترم ایست آرام شو. کنی گپ زن. چی شد؟ آرام شو. مادرم وقتی در بیهوش شدن. دادا جان میترسم مایلش دخترم مایلش دخترم آرام شو. ظریف در حال به خانه ما یک ماشین یاری تجاری روان کن. چرا حکا بخیر است؟ اطاعت سردار. دختر جانی عزیزی من، حالا همراه تو پدر و دختر کاری خوبی رو به انجام میرسانیم. مایلش خواطر نشو برادر. چشمانت ضرر جدی ندیدند. صدقه های دادت شفاعت کردند. کمی خیره میبینم. خیلی دلیرانه رفتار کردی. طاقت کن برادر. نه بخور دود نزنند. گفته خودم رو با بالاش پرتفتم. سلیم تو از همینجا نظارت کن. به یکان جای نرو. فهمیدی؟ مایلش سردار. فهمیدی؟ بله انا دیدی تشنه شده است. تشنه مانده است. حالش بد شده است. حالا باشد تو از نزد مادرت دور نشو. اما که دکترت در راه می باشد. حاضر می رسد.
لعنتی ها. حمله میکنند. تعیناتی مخصوص آمده است. مادری هاتایم. تعیناتی مخصوص آمد. حمله میکنند. و در اون در آمدن. در آنجا عارف و سلیم می باشند. با دقت شوید رفیقان، با دقت شوید. آی لعنتی ها، اگر مرد باشید به اینجا بیایید. دخترم، من به تو دیرتر زنگ میزنم. دادا جان، ایست خاموش نکنید. اوچه رو آبای همشیره، مادرم اونجاست. نشان زنها را دور کنید، نباشد همه را میپرانم. در شوید گفتم، دف شوید. ظریف کناری است. برای اون که تو را شنوم تیرپرانی را بس کن. برای تو را شنیدن پراندن را قطع کن. دمت را گیر. با کی میگویم همه دف شوید. به قفا گفتم، به قفا. اول تیرپرانی را بس کن. مسئولیت میدیم تیرپرانی را بس کن. همه به قفا رود. نباشد این کودک را میکشم. به قفا. آقا اجازت او را پرانده نابود کنیم. کودک نمیشد من چیکار کردنم رو میدانستم. کارتال یک، کارتال دو. کارتال دو گوش میکند. مردم را هرچی زودتر محافظه کنید. فهما، سر میکنیم. آقای عارف باز قهرمانی خود را نشان داده به درون می‌دراید. ما برای احتیاط مردم محله را خالی میکنیم. کار ما فقط محافظت است. زود باشید، سر میکنیم. عملیات را سر کنید. اطاعت سردارم. اکا داستان بسیار بد میخورد. وقتش رسید. صبر و طاقت نیست. تو در بدن مادرت چقدر صبر و طاقت کرده ای؟ یک دقیقه ایست برادر. صبر کن. عارف و سلیم در درون میباشند. کریم، موقع آنها را گپ زن. من آنها را میبینم. آنها به درون در آمدند. آنها را به نشان گرفتم. اگر فرمان دهید او را میپرانم. فهما، منتظر شو. رفیقان در درون میباشند. عارف زود شو. زود باش دوستم. برای دیدن عزراییل فرصت هم نداری.
تو را راست به جهنم میفرستم. دختر را میکشم، کودک را میکشم. میکشم گفتم، میکشم کودک را. عبدالله ما شهید میشویم، اما تو چی میشوی؟ این را فکر نکردی؟ برای شان و شرفی تو مگر پیکره میگذارم؟ همین خیلی گمان نکنی قاتل. دختر را میکشم، دور شو که میکشم. شو که میپرونم، دور شو. برو میکوبی. خودش دیگم. همین ما را فروخته است. خواهیم بسیار خوب. برای برآمدن او رو استفاده میکنم. هر دوشان رو با یکدیگر ببند. سلاحت را پرتا گفتم. نباشد هم زن و هم دختر را میپرانی. نشونیدی سلاح را پرتا. پرتا سلاحت را گفتم. پرتا سلاحت را. پرتا. زنجیر را بیار، اینها را میبندیم. مایلش. کنی دستت را با من